درس تجوید. بسم الله الرحمن الرحیم. در تجوید اصلا درست خواندن قرآن کریم همون تجوید میگه که حروف قرآن انسان از مخارجش ادا بکنه. از او خاطر در ابتدا مخارج حروف باید بخونیم. مخارج حروف به سه بخش تقسیم شده. یکی حروفی است که مخارجشان در لب است، دیگه حروف که مخارجشان در زبان است، بعد از زبان حلق است، نه یعنی حروف حلقی. حروف شفوی میگه در که مخارج در لب هاست، و حروف که مخارج در زبان است اون حروف لسانی است، بعد حروف حلقی، شفوی، لسانی، حلقی. این از نظر مخارج حروف به سه بخش تقسیم شده. یکی حروف شفوی است که مخارجشان در لب است، لسانی مخارجشان در زبان است، حلقی مخارجشان در حلق است. امروز ما شما صرف همین مخارج حروف کار میکنیم. به خاطر پیدا کردن مخرج یک حرف حرف همزه با مو حرف جنگ داده میشه، مخرج حرف پیدا میشه. مثلا میخوایم مخرج حرف با را پیدا بکنیم، همزه را هم روی جنگ بدیم، میشه اب. این میفهمیم شاید در لبها هست. و می ترتیب اگر مخرج قاف بخوایم پیدا کنیم، آخر زبان است، نه؟ اگر مخرج عین پیدا کنیم، واز میفهمیم در حلق است. از روی پیدا میکنیم. در ابتدا مخارج حروفی که مخارجشان در لبها هست یا حروف شفوی است، اینا را کار میکنیم. حروف شفوی، خب چون این درس دوباره شروع شده، یک بار ما شما کسایی که بود خوانده بودیم. حروفی که مخارجشان در لبها بود، حرف با، میم، ف، واو. خب مخارجی که حروفشان در لبها بود، بنفو، یک جایی که بگیم بنفو، این حرف با، میم، فا، واو. و هر کدام از این حرف که همزه را ما شما جنگ بدیم، میفهمیم که مخرجشان در لبها هست. و در وقت قرائت قرآن کریم متوجه باشیم وقتی این حروف میاد حتما لبهای ما شور بخوره. از وقت یک قسمی که در قرآن کریم آدم در نماز استاد شده قرائت میکنه مگر لبهایش که شور نمیخوره، معنیش چیست که حروف شفوی را خودش از مخارجش ادا نمیکنه. ولا تشر بصلاتک ولا تخافت بها. نمازتون نه بسیار بلند باز بخونین، نه بسیار خفیه بخونین. وابتغی بین ذلک سبیلا، در بین از این هر دو یک راه وسطی را. این هم قدر که خودتون بشنن. این مورد آیات قرآن کریم است. بازم نماز آدم از مخارج حروف از مخارجش ادا بکنم. دیگه الله توفیق بده هم شما بده نماز می قسم بخونیم. خب بیا آسان بود دیگه. حروفی که مخارجشان در لبها هست، اون حرف با، میم، فا، واو، بنفو. خب حروفی که مخارجشان در زبان سوزیات است، حروف حلقی آسان است. از وقت ابتدا حروف حلقی را ما شما میخوانیم. حروف حلقی به سه بخش تقسیم شده. این که حروفی است که مخارجشان در ابتدای حلق است، در شروع حلق، دیگهش در وسط حلق و دیگهش هم در آخر حلق. حروفی که مخارجشان در ابتدای حلق هستند، غین و خا. اونایی که در وسط حلق هستند، عین و حا. اونایی که در آخر حلق هستند، همزه و ها. آسان است دیگه. این در رسم هم بسیار به سادگی دیده میشه. اگر ما حرف همزه را امروز این حروف جنگ هم بتیم میفهمیم. اغ شروع حلق است، اخ. و ا همزه را امروز ها که جنگ بتین، اح. مشکل هم همی ا و اح در تلاوت قرآن کریم هم است که بازم تو این حروف حلقی به نام حروف حلقی گفته میشه. همیشه 6 حرف حروف حلقی است. خب حروف حلقی چند تا بود؟ 6 تا. 2 تاش در پیشوی حلق، 2 تا وسط حلق، 2 تا آخر حلق. حروفی که مخارجشان در پیشوی حلق است، غین و خا، عین و در وسط حلق، عین و ها، آخر حلق همزه و ها. خب به خاطر یاد گرفتن حروف لسانی یا در زبان که است، ابتدا دندانا رو باید یاد بگیریم. کل دندانای انسان چند دانه است؟ 32 دانه است. بنان در یک الاشه یا یک فک چند تا میشه؟ 16 تا. در نصف الاشه 8 تا. این نصف الاشه رو که نمایش یاد گرفتیم، اینمه قدر دو طرف دیگه هم است که دو چند شوانه، باز به می اندازه الاشه پایین همه قدر در الاشه بالا یا فک یا لوی هم است. نه
که کلش باز اینا هر دندان که ما شما در نصف یک علاشه که یک دانه خواندیم در کل دان چند تا میشه؟ 4 دانه. در کل دان باز 4 تا میشه. اگر ما شما در نصف علاشه 3 تا رو بخوانیم در کلش باز 12 دانه میشه. اگر در کل دان 5 در نصف علاشه 5 تا باشه در کلش باز 20 تا میشه. این خود مسئله ضرب اساسا است. اینال از نصف علاشه را دندانا ما شما میخوانیم. همین دندانهایی که پیشروی است نصف ما میخوانیم، نصف یک طرفه. نصف خب دندانهایی که در نصف علاشه است در یک طرف اولش دندانهای ثنایا است. چند دانه است؟ یک در نصف علاشه یکی. در کل دان 4 تا. در نصف علاشه یکی نه. در کل علاشه 2 تا میشه. در تا و بالا 4 تا. خب ابتدا دندانهای ثنایا با ترتیب یاد میگیریم. ثنایا، رباعی، انیاب. 3 تا دندان با ترتیب است، یک دانه هستند. ثنایا، رباعی، انیاب. این 3 دفعه میگین. ثنایا، رباعی، انیاب. 3 دفعه بگین. ثنایا، رباعی، انیاب. ثنایا، رباعی، انیاب. این به ترتیب است دیگه. انیاب هم دندانهای که اشکی است نه؟ اشک. ثنایا، رباعی، انیاب. بعد از این باز 3 نوع دندانهای دیگه است. به ترتیبش که طرف پشت سر بریم نه. ضواحک، طواحن، نواجد. ضواحک، طواحن، نواجد. که اینا هر سهشان به نام دندانهای ادراس هم یاد میشه. ادراس. ضواحک، طواحن، نواجد. ضواحک، طواحن، نواجد. 3 دفعه میگن. ضواحک، طواحن، نواجد. 3 تا اولش بود ثنایا، رباعی، انیاب. 3 تا دوم ضواحک، طواحن، نواجد. این کل از یا یک دانه دندان است. صرف همین طواحن 3 دانه است. منتها ضواحک، طواحن، نواجد به نام دندانهای ادراس هم میگه. به نام دندانهای ادراس در نصف علاشه 5 دانه است. در کل دان 20 تا میشه. همین ادراس. ادراس باز شامل 3 نوع دندان است. سر صدا نکنید که گپ بشنوید. ضواحک، طواحن، نواجد. این 3 تا دندانهای علاشه است. اینا در مجموع به نام دندانهای ادراس یاد میشه. اینا کلش خواستن 5 دانه در نصف علاشه است. در کل دان 20 تا میشه. از این جمله در نصف علاشه ضواحک و نواجدش یک دانه است. در نصف علاشه صرف طواحن 3 دانه است که 3 و 2 5 شده نه. این در رسم صحیح واضح معلوم میشه. ضواحک چند تا در نصف علاشه؟ نواجد اما عقل دندان است. در بین از یا 3 تا دندان است، مجموعاً به نام طواحن است. باز دندانهای ضواحک، طواحن، نواجد به نام ادراس هم یاد میکنن. اینا هم دندانها رو یاد گرفتیم. ان شاء الله روز بعدی باز ما شما در مورد حروفی که مخارجشان در زبان است این رو میخوانیم. البته به 3 بخش تقسیم شده. حروفی که مخارجشان در پیشروی دندان است، در وسط دندان، در آخر دندان و در کنارهای دندان. پیشروی دندان، ببخشید پیشروی زبان، وسط زبان، آخر زبان، کنار زبان. پیشروی زبان، وسط زبان، آخر زبان، کنارهای زبان. خلاص. چند تاشون؟ 4 تا. بگین. پیشروی زبان، کنارهای زبان. ان شاء الله مخارج روز دیگه میخوانیم. چون امروز درس ما شما یکم وقت شد و وقت ما پوره شده. نیم ساعت ما پوره شد. ان شاء الله درس ترجمه قرآن کریم روز بعد ان شاء الله که با وقت منظم میایم 2:30 بجه شروع میکنیم ان شاء الله.